در ناحیه وسط جماعت دهوتی به نام میرعلی محمد علیف این همایش فرهنگی به سالهای رشد دهوت سیاحی و هنرهای مردمی بخشیده شده. این نوبت مسئول کارهای دستی هنرمندان نورس دهوتی از این جماعت معرفی گردیدند. برای در سطح بلند برگزار نمودن چاره‌بینی و امکان شناسایی با نمونه کارهای همه خواهشمندان متصدیان چاره‌بینی شعبه معارف ناحیه صحنه حمله مؤسسه تسهیلات میانه عمومی رقم 2 دهه ارل را انتخاب نمودند. خواهشمندان بسیار بودند. برای همه آنها امکانیت معرفی نمودن هنر خود شرایط فراهم آوردند. گلدوزی مسئول هنرمندان نورس از دهه ارل می باشند. تاقی‌های چکن را باشد دختران دهه فیض‌آباد دوختند. دختران دهه مهرآباد به این نمایش نامگوی گوناگون طعام‌های ملی را پیشنهاد نمودند. دهه گلستان با آثارخانه تاریخی خود را معرفی نمود. نمایندگان شعبه معارف ناحیه رهبریت بخش ثبت اسناد حالت شهروندی در ناحیه واسه با مسئول کارهای نورسان شناس کردیدند. در قسمت جنبستی چاره‌بینی رهبریت شعبه معارف ناحیه بخشیده به سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی سهم نورسان را نظررس ارزیابی نموده اشتراکچیان فعال از نام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه با افتخارنامه‌ها قدر کرده شدند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید. یک بار دیگر به همه دیرکتوران مؤسسات